بدانی که یک روز از پل صراط عبور میکنی. عزیز من به تو میگویم اگر تمام ثروت دنیا مال من و تو شود، اگر تمام موترهای زیبای دنیا مال من و تو شود، اگر قصرهای جهان مال من و تو شود، اگر دانش انیشتین و امثال اون مال برای من و تو داده شود، بدانیم که یک روز از پل صراط عبور میکنیم. یا سریع عبور میکنیم به جنت میرویم، یا اینکه سقوط میکنیم به جهنم میرویم. یک روز کسی به نام خالد ابن صفوان است به عمر ابن عبدالعزیز میگوید ای عمر تو را فریب ندهد این قدرتت، این جا و مکنتت، چرا بسیار فریب خوردگان هستند که خدا پرده انداخته، پرده پوشی پروردگار تو را فریب ندهد. امروز اگر از ما پرسان بکنی که متقی هستی، میگم من الحمدلله متقی هستم، نماز میخوانم. اگر از تو مسلمان پرسیده شود تقوا داری، میگه الحمدلله نماز جمعه خو میرم در فلانی مسجد، 5 وقت نمازم میخوانم، متقی هستم. ولی این را بدانیم که گاهی وقت پرده پوشی خدا ما را فریب ندهد. چی میدانیم که اگر این پرده برداشته شود چی بدبختی که ما هستیم. اگر این پرده برداشته شود روز قیامت ببینیم که چقدر گناه کردیم. چرا وقتی ما گناه میکنیم پرده خداست که ما را بیابرو نکرده، فکر میکنیم خدا ما را دوست دارد. کم من مغرور تحت الستر و هو لا یشعر. حضرت حسن بصری میگوید چی فریب خوردگان هستند که در تحت پرده خدا هستند. خدا اونها را پرده کرده ولی اونها فکر میکنن که ما بهترین بندگان خدا هستیم. بترسین عزیزان من از اون روزی که روز قیامت خدا این پرده را بر می‌دارد. کل ما به پیشگاه خدای ما صف میکشیم.